دوستان درود بر شما. گفتیم که از مشخصات محدوده های باستانی سنگریزه هست. نگاه کنید اینجا، این سنگریزه ها خودش با آدم حرف میزنه و میگه که اینجا یه زمانی تمدنی بزرگ زندگی کردن. این درخت هم که میبینید همش 2000 ساله و 3000 ساله که دوباره خشک شدن و سبز شدن. نکته جالب دیگه که اینجا من دیدم این درخت هستش که از قد و قیافش میخوره بالا از 1000 سال باشه و چندین بار آتیشش زدن و ببینید خیلی بزرگه. این یه درخت بزرگ تایله ما اینجا تو زبان محلی بهش میگیم. بعد جالبتر از همه اون دوتا درخت دیگه هست آخری که ماشین ما اونجا نگه داشتیم. با این درخت نگاه کنید در جهت قبله از این نما مشخصه. ببینید انگاری تناب زدی، اینقدر دقیقا یا این ورش یا اون ورش، یعنی به فاصله یه درخت دیگه. فاصله این درخت ها رو باید اندازه بگیریم. یه قبر بزرگ باید اینجا باشه. البته میگن که باز کردن اینجا یه قبرایی، ولی هنوز قبر اصلی سالمه. حدس بنده این هست که رو به این ور باشه، رو به این سنگریزه ها باید باشه. توجه کنید دوستان، زیر این سنگریزه باید یه قبر بزرگی وجود داشته باشه. حالا ما رادیو با ما آوردیم، بهترین رادیو به ضد رادار برای تست. اینجا هم جنس سنگا سالم و مستحکم. و اگه توجه کنید با اون 4-3 تا درخت قبلی که دارن نشون میدم بغل خود رو، تقریبا یه خط رو نشون میدم، یه خط منظم. یه قبر باید این دور و بر باشه. الان با رادیو هم تست میزنم.